من اگه انتخاب داشتم هیچ وقت انتخابم این نبود، اینکه اینطوری دووم بیارم یا این همه سختی تحمل کنم. هیچ وقت. یعنی آدما بعضی موقع به من میگن که مثلا چقدر قوی اینا، اینطوری هم که انتخابم نیست، مجبورم. عزیزم حالت چطوره؟ قربون شما. سرپا. خب اول اینکه من بخوام معرفی بکنم که مهوشگی، میخوام از خودش بپرسم که اگر مهوش رو بخوای کوتاه معرفی بکنی واسه بچه‌ها چجوری معرفیش؟ این سوالا رو باید عقب بهم میدادی بهشون فکر میکردم. من اینو یه چیزی بگم واسه بچه‌هایی که میشنون. مهوش فکر میکرد که ما قراره با هم همینجوری ویدیو کال بکنیم، یعنی قرار بوده که ما با هم دیگه همینجوری بشینیم یه گپ و گفت دوستانه بزنیم. و من بهش گفتم ببین واقعا هم اگه قرار بود ضبط بکنیم هیچ فرقی از جهت آمادگی با الان نمیداشت، عین همین بود. در نتیجه راحت باش و خودت باش و خلاص این حرفا کاملا دلی و فی‌البداهه هست. اگه بخوام مهوش رو معرفی کنم، یه آدم میانگرا، یعنی نه درونگرا نه برونگرا. حالا خواستی در مورد این میتونم مفصل حرف بزنم. عاشق سفر، اصلا نمیتونه توی کامفورت زونش بمونه، شور زندگی داره، نباید داشته باشه ولی داره، و دغدغش هم کمک کردن به آدم‌هاییه که بیشتر حتی خانوما میخوان تحصیلاتشون رو ادامه بدن. چقدر جالب. وقتی که من معمولا این سوال از بچه‌ها میپرسم، یا شاید اگه از خودم یه نفر این سوالو بپرسه، احتمالا میگم خب من غزلم 29 سالمه، مثلا کارم اینه. نه ولی میخوام بگم اتفاقا چه چیزای خوبی اشاره کردی. اصلا اینکه آدما بتونن بدون اون واقعا بدون اون اسم و رسمشون، ما توی بایو رادیوزی میگیم اینا، واقعا بدون اسم و رسمشون بدونیم که مهوشگی تا الان قشنگترین تعریفو دادی نسبت بهش. مهوشم 33 سالمه، بیشتر 6 سال آمریکام، 2 سال وسط آمریکا بودم، خدا برای هیچکی نیاره. الان 4-5 ساله که سمت شرق آمریکام. 2 هفته و 3 روز یا 4 روز پیش لیاف شدم و الان من کاری ندارم. من دنبال کارم و در مورد این هم میتونیم مفصل صحبت کنیم. اتفاقا خیلی نقطه جذابیه. مگه چند نفر تو این دنیا هستن من بشناسمشون دقیقاً تو این بره بتونم گیرشون بیارم، از احساسات این موقعیتشون حرف بزنم. حالا میرسیم بهش. چجوری رفتی آمریکا؟ من دانشجویی لیسانس مکانیک دانشگاه تهران بودم، ارشد اولم حساب میشه. امیرکبیر مهندس پزشکی بودم، بعد شروع کردم حتی دکترا. 1 سال مکانیک امیرکبیر خوندم، شاگرد دکتر اسلامی بودم. حالا بچهای مکانیک میشناسنشون. دکتر اسلام اینجوری بود که تو کار ریسرچ دوست داری، ایران داری چی کار میکنی؟ بعد من اینجوری بودم که ای بابا پاشم اپلای کردم. متاسفانه خیلی جدی اپلای نکردم، خیلی اشتباه زیاد داشتم. برای همین مثلا تو پیج اینستام خیلی سعی میکردم که اشتباهی که خودم کرده بودم بگم آدما نکنن. برای دکترا اومدم، رفتم دانشگاه اکرون. اونجا خدا استاد بد به کسی نشونه بلایی سر من آورده بود که من 1 بار در زندگی، من مشکل معده زیاد داشتم، 1 بار در زندگیم خون بالا آوردم و سر استرسی بود که اون استاد به من وارد کرده بود. من هیچ وقت نمیبخشمش بابت بلاهایی که سرم آورده بود. چقدر ناراحتم. خیلی بد بود، خیلی بد بود. بعد اونجا مستر اوت کردم، یعنی 1 سال و 7-8 ماه بود اونجا درس میخونم. مستر اوت کردم و برای دکترا اومدم ووستر و 3 ساله دکترامو تموم کردم و 1 سال و نیم بود که به عنوان ساینتیست اولین داروی خوردنی ماکروبایوم ما یعنی FDA اپرووش رو گرفتیم. آره، بعد دست مریضا لیافمون کردن. این بحران اقتصادی زده به کمر تباه کشوری که حالا آمریکای شمالی بدتر از همه جا. هر کیو میبینی یه 2-3 بار انگار که مثلا یه شطوریه که در خونه همه میخوابه. لیافی هم شدیم و ببینیم چه خبره دیگه. حالا بعدیش اینه که من مثلا چند وقت پیش بود، مثلا بقیه رو که میدم لیاف شدم و استرس دارن، اینجوری بودن بابا استرس ندار که دارن 2-3 ماه حقوق تو میدن، قشنگ بشین کار اپلای کن، کار خوب پیدا کن برو. اصلا خودم 2 هفته از لیاف شدم، جوری به فنام که شبا با ملاتونین بخوام. هر روز حتما حواسم باشه که 1 ساعت برم بیرون پیاده روی، وگرنه فرداش با کاردکم نمیتونم خودم رو بلند کنم. مثلا خیلی فضا. بعد کلی میترسیدم به مامانم اینا بگم. خب مامان من تازه فنر گذاشته و قلبش، بابای من همیشه مشکل قلب داشته و شوهر خواهرم که بهش گفتم فردای روز، این شب بود که بهش گفتم، فرداش از استرس یه چشش نمیدیده.
اصلا در این حد استرس و اینا. بعد 2 هفته که من تو این 2 هفته جاب آفر گرفتم، خب جاب آفر خیلی خوبی نبود ولی خب یه جاب آفری بود. بعد به مامانم گفتم ببین من یه قرارداد دارم و اوضاع بد نیست ولی من لیاف شدم. اینقدر ریلکس برخورد کردن، من اینجوری هم که بابا اون یکی داشت کور میشد، شما چرا هیچیتون نیست. ببین واقعیت اینه که از راه دور این اتفاقا شاید ترسناکتر به نظر میرسه. و این که خب شرایطو نمیدونم، مثلا تعدیل و اینا خیلیا حتی تو توییتر خیلیا پستر من گفته بودن که این اخراج شده داره میگه تعدیل شدن. در حدی که من رفتم خبر مربوط به تعدیل شرکت، من 41% شرکت رو لیاف کردن، یعنی نصف کمپانی رو گفتم پاشید برید دیگه. به نظر من نزدیک آخر کارشونه. ولی حالا من اونو اسکرین شاتشو گذاشتم، گفتم بچه‌ها ببینید این تعدیل بهش میگن، بهت سنوات میدم. من مثلا یه پکیجی دادن، من تا آخر دسامبر دارم حقوق میگیرم، بعد اونم یه پول گنده‌ای میدن که باز 1-2 ماه دیگه میتونم روش دووم بیارم و اینا. این اخراج اینطوریه که بهت میگن فردا نیا. تعدیل اینطوریه. بعد تازه مثلا از اول ژانویه میتونم بیمه بیکاری بگیرم، باز اونم یه عصای دستیه، یه ماه دیگه اضافه میکنه به این رانویه. بعد اینا رو که بر مامانم توضیح دادم، مامان همچون نه مام که پیشت بودیم که تو کارتو دوست نداشتی میخواستی عوض کنی، بهتر شد. بهتر شد. ببین من پارسال دقیقاً توی همچین روزایی حالا به چه دلیل لیاف شدم؟ به دلیل اینکه کل کمپانی رو فروختن به یه کمپانی آمریکایی و هیچکی نموند، فقط هسته تکنیکال تیم مثلا در عدد 10 نفر. اونا مثلا جابجا شدن رفتن تو واسه اون کمپانی آمریکایی کار بکنن، بقیه هم که ما که اصلا مارکتینگ همش اسم و برند و همه اصلا کلا این از بین رفته بود. بنده خدا مدیر منو با مثلا 8 سال بود اونجا چیز بود، مثلا از هیچی آورده بودش بالا، تو 1 ثانیه باش خداحافظی کردن. یعنی این سیستم اینجوری یهو بریدن ارتباطات. خب وقتی هم که دارن این اتفاق میفته، وقتی کلا کمپانی رو میفروشن، اولین کسی که میره بیرون سی او. حالا مثلا بچه‌ها اگر که دوست داشته باشن یه حسی بگیرن نسبت به اینکه چقدر میتونه ترسناک باشه، تو یه روز به خودت مثلا همینجوری من پا شدم دیدم یه ایمیل اومده که وای ما چقدر خوشحالیم که اعلام بکنیم شرکت رو فلان شرکت خرید. من همون لحظه گفتم تموم شد. غزاله پاشو که گاوت زایید. تویی که هنوز زیر 1 سال سابقه کار کانادایی هم داری، حالا دوباره باید بیافتی دنبال کار. چون کار اول میگه خب من نیو کامرم، کار دوم میگه چرا زیر 1 سال سابقه کار تموم شده، حالا بیا اثبات بکن بابا به خدا تقصیر من نبود، شانس منه که اومدن شرکت رو فروختن. و همونو من پیام دادم به منیجرم که شما اطلاع داشتین؟ گفت ببین من به قول میدم من اینقدرم نمیدونستم. من اینکه توی 10 روز تونستم جاب آفر از امجن بگیرم، این سر این بود که من ذهنی آماده بودم، چندین ماه بود داشتم درس میخوندم، من رزومم آماده بود، لینکدینم آماده بود. صرفا این قضیه لیاف این شد که اعلام عمومی کنم و بتونم کلی از نتورکم استفاده بکنم. اینکه ذهنیت آماده باشه خیلی مهمه، مخصوصا توی جاب مارکت آمریکا. همیشه آدم باید آپشناشو باز نگه داره. آقا اون شرکت دقیقا مثل خانوادت نیست، اون شرکت لحظه‌ای که براش سود نداشته باشی رهات میکنه. اینه که آدم همیشه باید رزومه آپدیت داشته باشه، لینکدینش آپدیت باشه، نتورکاشو نگه داره. اگر که مثلا من دارم بیشتر میرم سمت دیتا، توی کار الانم اون قسمتایی که دیتا کار میکردم خیلی دوست داشتم، اینجوری بودم آقا من بیشتر میخوام برم نیستم. و توی این چند ماه من کلی درس خوندم، گیت هابمو آپدیت کرده بودم، نمونه کد گذاشته بودم و اینا، و همونا کلی الان داره بهم کمک میکنه که آقا جلوتر بشم. و اینکه مایندست آماده بود. من یه سفر خیلی سخت و سنگینی داشتم، بعد که رسیده بودم خونه داشتم سعی می‌کردم ریکاور کنم. 4شنبه بود، من اون روزو به خاطر استرس مرخصی مریضی گرفته بودم و رئیسم کامل در جریان بود که به خاطر استرس من گرفته بودم که استراحت کنم. صبح ایمیل سی او اومد که آل کمپانی میتینگ عصر. من اینجوری بودم لیافیم، چون روز قبل ارنینگمونم بود، گفتم این لیافه. بعد توی جلسه رفتیم، سی او گفت لیاف. من همونجا داشتم با یه همکارم چت می‌کردم، گفتم که ببین من لیاف شدم. دخترم جو نه نگو، تو این همه پروژه‌های کریتیکال زیر دستته، نه اصلا همچین حرفی نزد و اینا. مثلا ایمیل برام اومد که مثلا تو لیاف شدی و اینا، بگو چه ساعتی میتونی یکی از اچ آر باهات صحبت کنه. گفتم الان مثلا میتونم.
چون ذهنی آماده بودم فقط داشتم میخندیدم. خانمه که وصل شد بیچاره خیلی ناراحت بود، معلوم بود گریه هم کرده و یعنی صورتش پف داشت و قرمز بود بیچاره. خب خودش مثلا هم لایاف شده بود؟ نه خودش نه، ولی مثلا دوست رفیقاش شده بودن دیگه، خیلی عاطفی بود براش. اون داشت به من مثلا خبر بد میداد، من بهش اینجوری بودم که میدونم خیلی باید سخت باشه با این همه آدم این همه مکالمه دشوار داشتن و اینا. اینجوری مونده بود. آره مونده بود که این چشه، این الان من ناراحت باشه. فکر کن مهوش در نقش اشکالی نداره. آره نفس من عمیق بکش. پیش میاد دیگه، یه کاری که پیش اومده. بعد شایدم توی شوک بودم، نمیدونم الان که 2.5 هفته گذشته خیلی سخت‌تر شده. اون اولش اصلا برای من اونقدر سختم اینجوری بودم آخرش، الان دیگه مثلا راحت کل روزو میشینم اپلای میکنم، درس میخونم فلان. ولی الان اینطوری هم که نه مهوش خانم شما شب دراز. ببین من توی کار بعدیم بعد از اینکه از اونجا اومدم بیرون خب همینطور بود، منم دیگه یه سیورنس پکیجی گرفتیم و رفتیم شروع کردیم دنبال کار گشتن. بیمه بیکاری هم که می اومد و کارهای صفم. من همیشه انقدر که کارهای مختلفی موازی هم انجام میدادم، یکیشون که اینجوری انگار قطع میشه سویچ میکنم رو اون یکی. یعنی اصلا این چند تا کار داشتن همراه هم اصلا میگن سایت هاسل داشتن کنار اون چیزی که انجام میدی، یه اطمینانی بهت میده که من هیچ وقت لنگ نمیمونم. هر کدوم از اینا مثلا اینجوری قیچی بکنم اون یکی واسم هست. حالا خلاصه من شروع کردم همین رادیوزی رو راه انداختم، رو صفحه خودم کار کردم، هی سعی کردم حالمو خوب نگه دارم. حالا اوضاع ایرانم خراب بود و یه از نظر روانی هم تحت فشار چند طرفه. ولی کار بعدی وقتی که در واقع اوکی شد و مثلا رفتیم بالا مصاحبه و به جاب آفر و اینها رسید، حقوق من یهو جامپ کرد. خب من از یه کسی که کلن هیچی نداشتم توی کانادا سابقه کار و سابقه کاری من خب خیلیش مثلا به صورت مشاوره‌ای بود، به صورت فریلنس بود، خیلی برای کسی هم کار کرده بودم ولی خب توی ایتالیا داخل کانادا نبود. سخت ثابتش بکنی به عنوان اولین کار تخصصی بخوای بگی که آقا من از اون ور دنیا اومدم، ولی باور کن که اینجا هم از پسش برمیام. و کار دوم وقتی که این چند ماه سابقه کار کانادایی اومد، یهو من قدرت مذاکره اومد دستم، شروع کردم واسه خودم مثلا بازارگرمی کردن و خلاصه کار دومی از خیلی جهات خیلی بهتر شد. البته که هر چیزی با خوب و بدش میاد، البته که فشار کار خیلی بیشتر شد، البته که خیلی دغدغه‌های من تغییر کرد و دیگه اون زمانه رو نداشتم واسه چیزایی که دوست دارم خرج بکنم، مثل سایت هاسلام، مثل رادیوزی، مثل صفحم. ولی میخوام بگم یهو اتفاقای خوب هم با این از دست دادنهای زوری میفته. این توفیق اجباری که میگن، یکم آدم باید چیز باشه، صبوری بکنه، ببینه که زمان چی واسش داره. نه ببین واسه من که قطعا توفیق اجباری بود، برای اینکه من شاید بیشتر 1 ساله دارم فکر میکنم که از این کار بیام بیرون و هی نکردم. هی چون حالا هست دیگه، چه کاریه، من بلد نیستم برکاب کنم، ول کن، این دورم خوش میگذره. واسه اینقدر من نرفتم تا اینجا بگم آقا برو، نخواستم. تو داستان هر کسی یه نقاطی هستش که انگار که ما داشتیم زندگیمون رو آروم و آسوده ادامه میدادیم و طبق برنامه از پیش تعیین شده‌ای میرفتیم جلو، اتفاقی میفته، یهو همه چی یه تکون محکمی میکنه، بازی به هم میریزه، اصلا مهرها جابجا میشن، زندگی آدم زیر و رو میشه و از اونجا انگار یه فصل جدیدی شروع میشه. آدم انگار یه قدم عمیق‌تر میشه توی زندگی. واسه اون نقطه کجا بود؟ مهاجرتم آمریکا بوده. بعد اون استادم که زیر پامو خالی کرد مجبورشم مستر اوت کنم، رو هوا بودم رسما تو آمریکا، اون بوده. و از دست دادن خواهرم بود وقتی که اینجا بودم و نتونستم برگردم. من روزا رو یادمه و خیلی به فکرت بودم، ولی توی موقعیتی هستی که نمیدونی باید چی کار کنی، چه جوری بتونی از هر کلمه حرف. میدونم چقدر میتونه سخت باشه و اینا، ولی توی اون روزا من که خیلی چیزی یادم نمیاد از اون روزا. اولش که تو شوک بودم، بعدشم این کار بچه‌های تو خونه نکنن، ولی یه عالمه قرص خواب و الکل و اینا بود که فقط سر بشم و بگذره. یعنی من با تقریب خیلی خوبی هفته اول اصلا یادم نمیاد که چی شده. آدمای اطرافم میگن مثلا اینجا این شد، خاکسپاری اینطوری بود، اون بود، خیلی شرایط بد بود. ولی
اینو یادمه که اون لحظات اول، ساعتهای اول، انگار که پشتم گرم شد. یه سری آدمایی که اصلا من نمیشناختم صرفا میگفتن تسلیت میگم، چون حرف دیگه ای هم نمیشه زد. واقعا حرف دیگه ای هم نمیشه زد. اصلا حتی تلاش کردم واسه اینکه آدم حرف دیگه ای بزنه به نظر من تلاش الکیه. ولی من الان مثلا تو توییتر هر کسی از دست دادن کسی بگه، نمیشناسم طرفا ولی حتما مینویسم تسلیت میگم، چون اون حجم آدما که دورت میان خیلی کمک میکنه. من سر رفتن رویا اینطوری بودم که آقا سوگواری یه کار جمعیه، اصلا قرار نیست تو تنهایی انجامش بدی، شدنی نیست، اصلا شدنی نیست این کار، اون جمعه لازمه. واقعا من اصلا در مقام مقایسه نمیگم این رو، صرفا به جهت اینکه سوگی رو به تنهایی تجربه کردم میگم که البته واسه من مادر بزرگم بود و من هنوز وقتی که مامان پروین صداش میکرد، وقتی که سرچ میکنم مامان واسه اینکه مامان خودم پیام بدم، تو واتساپ پیامش میاد بالا. اصلا من هیچ وقت نفهمیدم که رفت، من اینجا بودم و لمس نکردم نبودنشو. دقیقاً من هیچ وقت باور نکردم، هنوزم که هنوز باور نکردم. و بعد احساس میکردم خب باز اینترنت خرابه، نمیتونیم یه مدتی صحبت بکنیم. بعد هی چند وقت یه بار به خودم میگم میدونی نیست، احساسش نمیکنم، چون که ماهایی که دوریم فکر میکنم فرصت لمس این که یه نفر تموم شده، راهش عوض شده، از پیشمون رفت، هر دیگه نداریم. و کاش که اینجوری بود که میتونستم مثلا پاشم برم واقعا باشم کنار عزیزام و اینو بپذیریم. ولی این پذیرش انگار نشونه نداری جلوی چشمه. و این همون که گفتم دیگه، یه کار دست جمعیه، اونو ما انجام ندادیم. با اینکه اینجا من واقعا ممنون تک تک آدماییم که اون هفته اول دورمو گرفتن اینجا و منو سرپا نگه داشتن. واقعا تا ابد ممنونشونم. با من عزاداری کردن، با من گریه کردن، با من. رویا عاشق سوزان بود. شب خاکسپاریش من سپرده بودم که به من زنگ بزنن که من ببینمش که باورم بشه و زنگ نزدن. اون شب یادمه که شدیداً مست کرده بودم، سوزان گذاشتیم خونه یکی از دوستا بودیم، چون من خونه نمیتونستم بمونم. من تا فکر کنم 2 هفته تنها نموندم. هفته اول که خونه بچه‌ها بودم، هفته دوم که گفتم من باید برم خونم و اینا، یکی از دوستای ارشد امیرکبیرم پا شد از نیویورک اومد خونه من، 1 هفته خونه من موند که من تو خونه تنها نمونم. سوزان گذاشته بودم اون شب خاکسپاری و به یاد رویا فقط میرقصیدیم، میخندیدیم. من هی خاطره از رویا میگفتم، چون همش منتظر بودم که زنگ بزنن و نزدن و ندیدم. من تنها تصویری که از اون روز دیدم و اینجور موقع اینجوری هم که من چجوری سرپام چجوری دارم ادامه میدم خودم نمیدونم. ما رو به سخت جانی خود گمانم نبود، واقعا نبود. فیلم یکی برای من فرستاد، همه دارن جیغ میزنن، دارن روش خاک میریزن، از دوره، رویا معلوم نیست ولی دارن روش خاک میریزن. توش میتونستم بغل کنم، بغل محکم منو پذیرا باش. مرسی. خیلی خیلی سخته سرپا موندن با وجود یه غم بزرگ که میتونی کوچیک نمیشه، باد میاد حتی با کم کنارش ادامه میدی به زندگی و دمت گرم. و اینکه میگی نمیدونم چجوری سرپام، فکر کنم ماها نمیفهمیم چقدر میتونیم سروایو کنیم، دووم بیاریم تا وقتی که واقعا دووم بیاریم. من اگه انتخاب داشتم هیچ وقت انتخابم این نبود، اینکه اینطوری دووم بیارم یا این همه سختی تحمل کنم. هیچ وقت. یعنی آدما بعضی موقع به من میگن که مثلا چقدر قوی اینا، اینطوری هم که انتخابم نیست، مجبورم. انتخاب هیچکی نیست. سختی‌های زندگی تحمیل کامله، تو دیگه باید رنجشو بکشی.
مهوش تو خیلی کارای قشنگی کردی واسه کامیونیتی دانشجوها، واسه همون دخترایی که دغدغه‌شونو داری. یکم از کارهایی که مدت تو این چند سال انجام دادی حرف بزنیم. منم آمریکا اینجوری بودم که خب یه دوست صمیمی ایرانم، اینجوری بودم می‌خواستم تشویقش کنم که اپلای کنه و فلان و اینا، بیاد نزدیک خودم باشه. به هر مطلبی که به اون میگفتم و تو پیج اینستا میذاشتم که مثلا آقا اینجوری برنامه ریزی کنید، این مرحله اینا رو حواستون باشه، اینجا رو اینجوری بنویسید، جواب سوالاتون رو اینجا میتونید بگیرید و اینا. همه اونا رو توی اینستا میذاشتم. گذشت و این موقعی که میخواست اپلای کنه فهمید که باید بره سربازی، ولی رفت سربازی، از سربازی اومد بیرون و اپلای کرد و رفت فرانسه. بهش گفتم آخه مرد حسابی، من به خاطر تو شدم بلاگر اپلای، بعد تو رفتی فرانسه. الان فرانسه است. از نظر من چون دانشگاه تهران بودم، شاید چون همه این مسیر رو میرفتن، خیلی مسیر برام روشن بود. بعد که تو پیجم میذاشتم میدیدم آدما مثلا کوچیکترین چیزا رو نمیدونن، کلی میرن پول میدن به این مؤسسه ها که براشون آقا یه کاری که خودش میتونه انجام بده رو انجام بدن. خیلی هرس میخورم اینا که پول میگیرن برای کارهای اپلای. من خیلی هرس میخورم، یعنی واقعا انگار اون پولو دارن هم من میگیرن. در این حد هرس میخورم. بعد از اون که این فضاها رو دیدم و اینا، اینطوری بودم خب بیشتر تلاش کنم. بعد خیلی هم من درگیر این نبودم که آقا مثلا این طرف اینفلوئنسر فلان اینا. من هنوزم خودم نه اینفلوئنسر نه بلاگر هیچی نمیدونم، اینجا گوشه نشستم نونا ماستا و دارم میخورم. بعد دوستای خودمو می آوردم لایو، یادم اونا خیلی خوب بود و حتی اولا سیوم نمی‌کردم تو پیجم که طرفتون راحت حرف بزنه بدون فقط همین الانه. و خیلی هاشون حتی اصلا اینستا نداشتن، اصلا تو فضا نبودن. بعد می اومدن صحبت می‌کردن، سعی می‌کردم رشته‌های مختلف بیارم، کلی انرژی داشتم، سعی می‌کردم رشته‌های مختلف بیارم، با تجربه‌های متفاوت آدم‌ها رو بیارم. اونا بعد یه جای بعد شروع کردم اینا سیو کردن. زد و شد آبان 98 یهو اینترنت قطع شد، یهو همه رفتیم تو تاریکی. خب نزدیک ددلاین‌ها بود، خیلی‌ها بچه‌ها من نمیدونستیم کی هم قراره اینترنت برگرده و خب اولین بار بود که داشتن همچین حرکتی میکردن، اصلا ابعاد قضیه رو نمیدونستیم، همه خیلی ترسیده بودیم. و اون سرتقه که گفتم، اون سرتقی که آروم نمیشینه، اینجوری بودم که حالا اینترنت قطع شده، کار دیگه نمیتونیم بکنیم، باید بیایم شروع بکنیم اینور ما حرف بزنیم، وقت بخریم برای بچه‌ها، توضیح بدیم که آقا اون اینترنت قطعه، اونا نمیتونن چیز کنن، تماس بگیرن. یادم تو دفتر استادم بودم، با استادم خیلی بحثای سیاسی می‌کردیم. یه مرد سفید پوست میان سال بود و کسی بود که پذیرا بود، واقعاً رو خودش کار کرد. یعنی بعد از اون 3 سال که من فارغ التحصیل شدم، یادم روز دفاعم قبلش که اومد صحبت کنه برگشت گفت من از مهوش خیلی چیزا راجع به سیاست ایران یاد گرفتم. سعی می‌کردش که در چیز باشه، توی فضا خودشو مثلا نگه داره، آپدیت باشه و اینا. بعد اون ولی اولا بود دیگه، آبان 98 که خیلی سال نبود که منو میشناسه. بعد من خیلی عصبی بودم، گفتش که چی شده؟ اون موقع هم همه میتینگا رو در رو بود دیگه، کرونا و اینا نشده بود که همه چیز این پرسن. بعد گفتم که اینترنت قطع شده، هیچ خبری نداریم از ایران. شروع کردم تند گفتن. بعد گفتم که ددلاین بچه‌ها داره عقب میفته، چی کار میتونیم بکنیم؟ همونجا استادم رفتش، گفتش که خب من میتونم به رئیس دپارتمان بود، آدم کله گنده‌ای بود، گفت من میتونم به گریجویت آفیس ایمیل بزنم بگم که ددلاین رو برای ایرانی‌ها عقب بندازن و GRE رم ویو بکنم چون قیمت و اینا رو بهش گفتم بابا یه مثلا $100 که اینجا دارید شما پول اپلیکیشن فی میگیرید، 1 ماه حقوق تو ایران. شروع کردم اینا رو گفتن کانورژن ریت بهش نشون دادم و اینا. بعد شروع کرد یه ایمیل نوشتم برای گریجویت آفیس، بعد لینک چیز زد، لینک خبر یادم الجزیره رم زد که اینترنت تو ایران قطع شده، کانورژن ریت رو گذاشت تو ایمیلش و اینا فرستاد. گفت بعد گریجویت آفیس هم سری جوابشو داد، گفت اوکی ما ددلاین رو برای ایرانی‌ها عقب میندازیم و GRE هم براشون ویو میکنیم. من اینو استوری کردم تو پیجم. بعد از آدما خواستم که آقا برید با دپارتمنتتون صحبت کنید. بعد یواش یواش دوستام شروع کردن صحبت کردن. دفعه من همینجوری داشتم دستی ترک میکردم. و اینجوری بودم که خب شد 10 تا، شد 20 تا. حاجی من دیگه نمیتونم. یه دونه فایل اکسل ساختم
لینکشو دادم که آدما اینو هی بیان پر کنن و فکر کنم حدود 300 تا دانشگاه در سراسر دنیا این کارو کردن. سر اون نیویورک تایمز به من ایمیل زد، با من مصاحبه کرد، ولی هیچ وقت پخش نشد. اون یکی از افتخارات من اون حرکت هست. بدون اینکه حرفی بزنم یه هایلایتی میساختم، وقتی نبودید اسمشو گذاشته بودم و دونه دونه اینا رو هم هایلایت میکردم که هر موقع بچه‌ها اومدن بیان بگن آقا این دانشگاه‌ها عقب انداختن، این دانشگاه‌ها ویو کردن، این دانشگاه حتی مثلا زبان رو ویو کرد و اینا، که بعد اون هشتگ وقتی نبودیدم خیلی که ترکید و اینا. من اونو واقعا جزء چیزایی که خیلی بهش مفتخرم. منم بده مرسی. همه ما. یعنی من یادمه که وقتی که این اتفاقا شروع شده بود مثل یه رشته نامرئی قلبمون واسه حمایت به همدیگه خیلی پشت همین ما، یعنی کافیه که مثلا احساس بکنیم ما یه کاری از دستمون واسه همدیگه برمیاد، دقیقاً سریع پیشو میگیریم. یعنی هر کسی هر جای میخواد یه کاری بکنه واسه اینکه حالا هر اپورتونیتی، هر فرصتی که دم دستشه، میتونه بره تو دانشگاه حرف بزنه، میتونه بره اپلیکیشن فی ویو بکنه، میتونه جی آر ای ویو کنه، هر کاری که ممکنه بکنیم، حتی شده برسونیمش به دست یکی دیگه، استوری بکنیم، دست به دست بکنیم. این حرکت جمعی‌ها خیلی بین ماها اتفاق میفته. من هر دفعه که مورش میکنم اینجوری مورمور میشه تنم. من بارها با اون اکسل گریه کردم. چون ببین مثلا فقط دانشجوام نبودن، ببخشید وسط حرفت پریدم، فقط دانشجوام نبودن، مثلا استاد خفن فلان دانشگاه به من ایمیل میزد که مهوش جان نتونستم اینجا رو آپدیت کنم ولی این دانشگاه فلان چیزم ویو کرده. من اینجوری بودم خدایا کیا دارم به من ایمیل میزنن. ببخشید وسط حرفت پریدم. خیلی فوق العاده است. ببین ایرانی بودن یه میکس فیلینگ عجیبی داره، هم خیلی از این که ما هیچ کس رو به جز خودمون نداریم احساس میکنی که چقدر آدمهای غریبه میتونن بهت نزدیک بشن تو بزنگاه‌های تاریخی، و در عین حال قصه میخوری از این که اون ساپورته و اون جایی که میتونی بهش تکیه بکنی بگی که این فلان سیستم پشت منو داره اون وجود نداره. و خب در عین حال تو فقط میتونی که هموطن تو داری. حالا اون دسته از هموطنایی که ببین سر این اکسل آدم‌هایی بودن که من خودم میشناختم که به شدت توی اتاق نمیتونستن بشینن، انقدر نظراتشون مخالف هم بود، ولی با هم داشتن کار میکردن. من اینجوری بودم آقا هر کی گفته ایرانی نمیتونه تیم ورک بکنه من این اکسل رو میکوبم رو میز. بعد این اکسل رو یکی از این مؤسسه های اپلای خیلی سعی کردش که بزن اسم خودش. اینجوری بود که آره از کجا معلوم که تو ساختی اینو و فلان. اینجوری هم آقا هست اصلا من خب بعد انقدر دیگه عصبیم کردن. من اینطوری نبودم دنبال اسم و رسم باشم سر اون اکسل، من اینجوری بودم فقط به آدما بتونیم کمک کنیم این تا میشه پخش بشه فلان. بعد که دیدم اون مؤسسه داره اینجوری اسکی میره خیلی کار زشتی کردم. اولو رو اولو اومدم اسممو گذاشتم اینستاگرام گذاشتم، لاکش کردم که هر چقدرم اسکرول میکنم باز اسم من اون بالا بود. بعد اینا شروع کردن اینو دانلود کردن و گذاشتن توی کانالاشون. خلاصه اون کارو واقعا بهش مفتخر نیستم، کار زشتی بود کردم ولی به نظرم لازم بود. آره بعد از اون شد بعد رفتن رویا که من اینجوری بودم که خب باید یه کاری بکنیم. اینا قبل از اون سر آبان 98 دوره همی بوستون شروع شده بود که از پیج پانتا وزیری شروع شد برای شیکاگو اون کارو کرد. بعد من و یکی از بچه‌های بوستون بود که زیر پستون دیدم نوشته کاش برای بوستون شروع کنیم. من نمیشناختم طرفو، اینجوری بودم اوکی من پایم با هم شروع کنیم. و الان اون آدم سال‌هاست که نزدیکترین دوست منه تو بوستون. بعد دورهمی بوستون شروع کرده بودیم و توش هر از گاهی حرف این میشد که خب چطوری میتونیم به اپلای بچه‌ها اینا کمک بکنیم. بعد من اینجوری بودم که بچه‌ها یا علی مدد شروع بکنیم. بعد بچه‌ها رو دورم جمع کردم، پیجا رو ساختم، اسمو انتخاب کردیم و شد هپی هلپرز. قبلش چندین ماه با چندین تا وکیل و اینا صحبت کردیم که به خاطر تحریما و اینا این وسط مثلا اتفاق چیزی نیفته، ما یه موقع ناخودآگاه قانونی رو نقض نکنیم. برای همینه که هپی هلپرز فقط پول بلیطو میده، پول اپلیکیشن چیزو میده، ویزا رو میده و پول وقت ویزا رو میده. اون اپلیکیشن ویزا فکرم سرویس فیه، دارم اشتباه میگم، اون برای آی 20 تونه
و پول وقت ویزا رو میتونه بده، چون اون دوتای دوم سوم دارید شما به USCIS که مرکز مهاجرتی آمریکاست دارید درس واریز میکنید، پول از آمریکا خارج نمیشه. پول بلیط هم چون طرف داره میاد تو آمریکا در اصل پول خارج نمیشه، واسه یکیه که داره میاد آمریکا. و اینا چیزایی بود که وکیلا گفتن که اوکیه که شما بخواید پول خرج بکنید و اینا. بعد اگه میخواستیم مجوز NGO بگیریم خیلی طول میکشید، به اون سال به اپلای اون سال بچه‌ها نمیرسیدیم. این شد که خانه ایرانیان بوستون IAB ما رو پذیرفتن به عنوان یه زیرشاخه خودشون. هنوزم که هنوزه من از می 2022 دیگه با هپی هلپرز همکاری ندارم دیگه، نمیتونستم تو جلسات و اینا باشم، مخصوصا اینکه نامه‌هایی که میومد ما میخوندیم که چرا بچه‌ها به این کمک نیاز دارن و اینا خیلی رو من تاثیر میذاشت و واقعا دیگه برام شدنی نبود که بتونم ادامه بدم همکاریمو. هنوزم که هنوزه هپی هلپرز زیر شاخه‌ای از خانه ایرانیان بوستونه، هنوزم که هنوزه کلی پول دارن جمع میکنن، کلی دارن کمک میکنن و همیشه من بهشون افتخار میکنم. حالت چریتی داره، یعنی کسایی که الان دارن این NGO اوکی، یعنی الان اون خانه ایرانیان بوستون خودش یک NGO بوده که شما رفتین زیر اوکی گرفتن. و حتی بچه‌هایی که مثلا دونیت میکنن کد داره هپی هلپرز، ایمیل بزنن بچه‌ها کدو بهشون میدن که حتی شرکت‌هاشون شده که مچ کردن دونیشن اونا رو، یعنی در اصل مثلا طرفدار $100 به ما کمک میکنه در اصل $200 کمک میکنه، چون اون کدو میده به شرکتشون و شرکت هم کمک میکنه، 2 برابر میشه. آره. خب پس بچه‌هایی که این گفتگو رو میشنوین اگر دوست دارین به در واقع هپی هلپرز کمک بکنین برین لطفاً سرچ بکنید، من میذارم لینکش رو هم توی بایو، تشویق میکنم واسه اینکه همچین حرکت معرکه‌ای رو حمایت بکنیم و ساپورتش بکنیم، آدم‌های بیشتری بتونن به اون چیزی که حقشونه یکم آسان‌تر. من 2 تا چیز فقط اضافه کنم. یکی این که قدرت هپی هلپرز روی تعداد دونیشن بود، حالا مقدار که هر چقدر بیشتر که بهتر، ولی اسلنگ ما این بود که آقا پول یه قهوه در ماه، شما پول یه قهوه در ماه تو به ما سابسکریپشن بگیر، ماهی اندازه پول یه قهوه بفرست، همون در طول سال میشه $100. همینا میتونه خیلی کمک کننده باشه. مورد دوم این که از بچه‌هایی که کمک میگیرن از هپی هلپرز میان داخل آمریکا، چون همشون باید فولی فاندد باشن تا بشه بهشون کمک کرد، تا هپی هلپرز بتونه بهشون کمک بکنه، ازشون میخوایم که موقعی که اومدن آمریکا 3-4 ماه گذشت یه ذره جا افتادن، شروع کنن به صورت قسطی مثلا $50 $100 در ماه پول برگردونن که دوباره اون پول به یه نفر دیگه کمک کنه، یعنی چرخه هی بچرخه، این چرخه یه جا ثابت نمونه، هی پول خرج نشه، این پول برگرده به یه نفر دیگه دوباره کمک بکنه. یه چیز اینجا بگم که خیلی تو این چند سال اخیر خیلی ها تلاش کردن از روی مهربونی، از روی قلب پاکشون کمک برسونن، ولی معمولا سیستم ساخته نمیشه و اینکه الان واسه همین توی در واقع مثال هپی هلپرز اینکه یه سیستم ساخته شده و اینکه واقعا به صورت ثبت شده و رسمی و قانونی یه چرخه‌ای داره ادامه پیدا میکنه، این اون چیزیه که به نظرم میشه ازش الگو گرفت تو بقیه نقاط دنیا، واسه اینکه اگر کسی دغدغش رو داره، اگر کسی دنبال همچین چیزی هست یا فرصتش رو میبینه، حتما الگو بگیره و انجامش بده. این به نظرم خیلی عالی میشه و من مشابهش رو کمتر دیدم. مثلا میتونم بگم به گوشم نخورد. کسایی هستن که این کارا رو میکنن تو کشورهای دیگه، من خبر دارم، ولی اینطوری نیست سازوکار قانونی و سیستم قانونی باشه، خیلی حالت رفاقتی داره برگزار میشه. به نظر من اون میتونه برای ایرانیم دیگه، به هر حال آدم باید حواسش باشه، اون میتونه هم برای اون کسی که دونیت میکنه، همون کسی که دونیشن داره جمع میکنه مشکل ساز بشه. ما که نمیدونیم، آدم بهتره که حواسش به جایی که پاشو میذاره باشه. بعد از اون من آبان 98 سر همون قضیه فایل اکسل توییتر ساختم، اومدم توییتر. قبل از اون من یه بار توییتر ساختم، یه ماه توییت میکردم به سایت ناشناس، بعد آدما فکر کرده بودن من یه پسریم که سربازی میرم. اینجوری بودم آقا نخواستم اصلا. بعد توییتر نداشتم تا آبان 98 توییتر ساختم، اومدم برای اینکه اون لینک رو بتونم پخش بکنم و اینا اومدم، بعد توییتر موندگار شدم، حالا متأسفانه خوشبختانه نمیدونم. بعد اونجا با یه گروه از بچهای ناشناسی آشنا شدم
که اینا اپلایار رو انجام میدن. اپلایار کارش چطوره؟ که میاد بچه‌هایی که دارن اپلای میکنن و به بچه‌هایی که اینجان و حاضرن مثلا هفته چند ساعت وقتشون رو بذارن و به صورت مستقیم به 4-5 نفر کمک بکنن و وصل میکنه. و حسب چی وصل میکنه؟ رشتهشون، اگه بشه شهر و ایالتشون، که اون خیلی کار سختیه واقعا، تعداد آدمایی که داریم خیلی کم و اینا. این وسط 1 سال وقفه خورد، یادم من خیلی حالم بد بود و اینا، 1 سال وقفه خورد اون وسط و بچه هم نتونستن کار انجام بدن، ولی پارسال بود فکر کنم و امسال انجام، یا پیار سال و امسال، حالا میدونم امسال انجام شده و خیلی هم استقبال خوب بوده، یعنی تعداد منتورای خیلی خوبی داشتیم. من مثلا اعلام عمومی هم تو اینستام میکنم هم تو توییترم که آقا این لینکه، بیاید لطفا اطلاعاتتون حداقلی رو پر کنید که ما بتونیم به هم دیگه وصلتون بکنیم. و مثلا یکی از پروژه های پایتونی که انجام دادم بهش افتخار میکنم این الگوریتمی که میاد اینا رو هم وصل کنه. ایول. بعد آیا رایگانه؟ کاملا رایگان. یعنی من با پول گرفتن توی بحث اپلای و اینا مشکل دارم، کلا با اینکه از آدم پول گرفت به اندازه کافی خرج داره اپلای، من کلا مشکل دارم با این. کاملا رایگانه. هپی هلپرز اپلای میکنید، اگه انتخاب بشید بهتون پول میدن، به شما که نه، براتون بلیطو میخرن یا واریز میکنن، چون پول به شخص نمیتونه داده بشه، چون حساب و کتاب باید کامل مشخص باشه. بعد کاملا رایگانه. منتورا میدونن که رایگان قرار کمک کنن، منتی میدونه که قرار نیستش پولی بده. حتی بعضا من خبر دارم دوستای خودم که منتور بودن که خودشون مثلا پول اپلیکیشن فی منتیشون رو دادن، مثلا پول تافلش رو دادن و اینا. دستشون درد نکنه. من به نظرم میتونه مشکل داشته باشه، ولی من خیلی آدمیم که تو چارچوب قانون سعی کنم برم جلو. اینه که دمشون گرم میتونن، جرأتشو دارن و حالا من خیلی دارم گندش میکنم، اینطوری نیست که مشکل داشته باشه، نه، ولی نه انشالله که هیچ مسئله پیش نمیاد و همه چی به بهترین شکل پیش میره. دعای خیره. اون کسی که این فرصت رو میگیره فقط سرنوشت خودش تغییر نمیکنه، سرنوشت کل خانوادهش به نظر من تغییر میکنه. هر کسی که به نظرم یه پله، مخصوصا اگر از خانواده های متوسط باشیم، کسی که یه به کمک حالا مهاجرت باشه، به کمک اینکه یه نفر دستشو بگیره بکشوندش بالا، یه پله مخصوصا از نظر اجتماعی، نظر مالی بیاد بالا، کل خانوادهش باش میاد بالا و هر کدوم از اون آدم‌ها رو زندگی آدم‌های دیگه تاثیرگذارن و اون یه پولی که ما میدیم واسه حالا یه اپلیکیشن فی، واسه یه تافل، زندگی 10 نفر رو میتونه تغییر بده و خیلی ارزشمند میکنه این کارو. حالا همینه که میگم مثلا بد دلتون راه ندین، ان شاءالله که هیچ اتفاقی نمیافته. فقط بچه‌ها اپلایار رو هپی هلپرز قاطی نکنن، چون شاید دوتایشون پوله دارن، نمیدونم. چندی ما رو توضیح دادم که آقا این دوتا اصلا دو چیز مجزا، فقط منم تو جفتشون مشترکم. فرض بکن که الان به محوشی که اول مسیرشه داره اپلای میکنه، میخواد از ایران بره مسیرش تو آمریکا پیدا کنه، یه چند کلمه حرفش بزنی چی بهش میگی؟ تا میتونی رویا رو بغل کن، زنده میمونی. که آدما باید حرف بزنن در مورد سختی‌های این قضیه، چون خیلی‌ها میان آمریکا و اینجوری خب زندگیم همینه و اینا دیگه. نه، اینجا قراره آدما رو از دست بدیم و نباشی اونجا. خیلی کار سختیه و این یکی از واقعیت‌های مهاجرته. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم حالا این واقعیت رو اینجوری لمس کنم، ولی یکی از واقعیتاست باید در موردش حرف زده بشه، در مورد سختی‌هاش، در مورد به فنا رفتناش، همه اینا باید حرف زده بشه. به نظرت از چی دیگه نمیگن آدما به جز این که ممکن آدما رو از دست بدی و نباشی؟ از سختی‌های دیگه مهاجرت نمیگم. من حس میکنم این که پیج من خوب اومد بالا اینستام سر این بود که من هم خوبیشو میگفتم هم بدیشو میگفتم. شاید بد بود میگفتم بده، میگفتم آقا این اذیتم، این فلانه، ولی مثلا این خوبی رو هم داره. یعنی همیشه سعی میکردم که هم بدیه رو هم خوبی، هی نه یا من خوبی بگم. حس میکنم که آدما خیلی از بدیاش نمیگن. اگر که بخش منفی تو شرایط وجود داره انگار خودش میره زیر سوال، انگار که اینها رو از هم فاصله نمیده که شرایط بیرونی مثلا از من جداه، من یه تصمیمی گرفتم، وارد این موقعیت شدم و هیچی شخصی نیست، نه یه تجربه ای دارم، ساید مثبت داره منفی داره، واسه من خوب بوده مثبتش، ولی طرف مثلا
سعی میکنه همه چی رو خوشگل کنه و آرایشش بکنه، میکاپ شده بذاره جلوی کسی که میشنوه حرفشو. و من موافق اینم که خوب آدم از ساید مثبت و منفی تجربهش هر دو بگه. اینجوری خیلی دلنشین تره، صادقانه تره، به درد بخورتره. و اینکه یه سوال دیگه ازت بپرسم، قشنگترین تجربیاتی که بعد مهاجرت داشتی چیه؟ قشنگترین تجربه ها سفرهای تنهاییم بوده. من عاشق تنهایی سفر کردنم. منم اصلا تو یه لول دیگه است. من حالا آدما منو الان نگاه میکنن میگن آقا تو نمیدونی خانواده سنتی چی و اینا، حرف نزن. من خانواده بشده سنتی دارم. الان خیلی انقدر ماها همه هی تلاش کردیم بچه ها که خیلی بازتر شدن و اینجا اون آزادی عملی که داشتم اصلا خیلی برام لذت بخش بود. حتی فکر کنم تو پیجم چند تا پست در مورد این نوشتم. عشقهایی که تجربه کردم به نظر من قشنگ بودن، با تمام به فنا رفتناش قشنگ بودن. هر کدوم یه قسمتی از منو ساختن و اینجوری هم که زندگی همینه دیگه، همین تیکه های اینا کنار همه. دوستی هایی که ساختم، یعنی من الان دارم به این فکر میکنم که خب آقا کار پیدا کردم میرم سان فرانسیسکو و من هنوز نرفتم اون شهر. اوردی 10 تا دوست دارم، به خاطر اینکه همونطور که گفتم سفر دوست دارم. اینطوری بودم که آقا 33 سالمه، 4-5 سال دیگه جون جابجا شدن دارم، برم این شهرهایی که دوست دارم زندگی کنم و زندگی کنم. و خب از همه بیشتر نیویورک رو دوستم. دوستیایی که ساختم و نتورکی که ساختم رو برام خیلی ارزشمنده. یک سری آدم‌های فوق‌العاده مهربون، فوق‌العاده آدم‌های با اخلاق، برام خیلی ارزشمنده اینا. بعد دیگه از خوبیاش بخوام بگم، اولین پیچکم رو یادمه، خیلی دوستش داشتم. آره خیلی دوستش داشتم. بابا من دلار در آوردم. خیلی دوستش داشتم. ماشینم رو که خریدم و خیلی دوستش داشتم. لحظات خوب زیاد داشته، غماش هم خیلی زیاد بوده، بدیاش هم خیلی زیاد بوده. سال آخر 5 سال دیگه مهوش کجا دوست داری ببینی؟ 5 سال دیگه مهوش 5 سال دیگه امیدوارم به آرامش رسیده باشه. قطعا نیویورکه. کاری که دوست داره رو داره میکنه، کار دیتاییش. مهوشی که اینجا دارین میشنوین، این خانوم استندآپ کمدین رفته رو استیج، رفته اونجا اجرا کرده. استندآپ کمدی که من الان دارم اوپن مایک و ایناش رو میکنم، یعنی چیز مثلا بلیت فروش اینا نرسیده چون هنوز من گرین کارت ندارم و نمیتونم درآمدی از اون طریق داشته باشم. اونم جزء اتفاقات بسیار خوبه بعد مهاجرتم بود که بالاخره کاری که دوست دارم رو دارم میکنم. ببین وقتی میرم رو سن همه دنیا آروم میشه، سکوت میشه، قشنگ آرومم اون بالا. خیلی حس خوبی داره. اصلا چی شد که به فکرش افتادی؟ من که بچگی که همش رو سن و اینا بودم، خیلی ها مسخره میکنن، ولی متیو پری خودش نه تنها شخصیت چندلر، من مثلا کتابش هم خونده بودم، زندگیشو فالو میکردم، خیلی رو زندگی من تاثیر داشت. و موقعی که خبر فوتش اومد من خیلی حالم بش. من تو اون سفره بودم که اوردی سفر بد بود، بعد این خبرم رسید، من بعد نشستم گریه میکردم، فلنس نگاه میکردم گریه میکردم. بعد اونجا من اینجوری بودم که من میتونم جوک بگم، من میتونم آدم‌ها رو بخندونم. بعد از اونجا بعد انگار که یه قسمتی از شخصیتم شد. یه روانشناسی داشتم اکران، هر موقع که شروع میکنم از یه سری چیزای سخت حرف زدن که اون موقع از نظر مثلا چیز سختی در زندگیم نبوده با اتفاقاتی که بعدش افتاده، ولی همون شروع میکنم چیزای سخت حرف زدن، یهو شروع میکردم جوک ساختن، مسخره بازی در آوردن و اینا. روانشناسم اونجا من هلو چندلر، یعنی اون قسمت از مغز منو اسمشو حتی گذاشته بود چندلر. بعد من اینجوری بودم که خب من میتونم جوک بگم، من میتونم فلان بگم و اینا. بعد از اکرون بود که خیلی جذب استندآپ کمدیا شدم، خیلی نگاه میکردم، شوهای زیادی میرفتم. مثلا اولین چیزی که من بعد از کرونا، یعنی حتی در حین کرونا بود، رفتم اجرای دیو شپل بود اینجا رفتم که بعد اومد روی نتفلیکس و کلی سر صدا کرد، من اونو زنده دیده بودم.
مثلا ترور نوآ رو من مثلا زنده دیده بودم. آره همه رو من میرم یعنی اصلا چیزی میس نمی‌کنه. مثلا امروز داشتم بهش گوش میکردم تو باشگاه پادکستش آره. بعد و اینجوری بودم خب میتونم بنویسم. بعد رویا یه دفترچه‌ای من کنار تختم گذاشته بودم برای اینکه کابوسامو بنویسم. بعد کابوسا رو نمی‌نوشتم چون بیدار که می‌شدم مثلا یادم میرفت، یا اینکه خیلی قرص خورده بودم که بتونم بخوابم. من تا 2 سال بدون قرص نمیتونستم بخوابم مثلا. اونا رو نمی‌نوشتم. بعد نمیدونم اگه شروع کردم تو جوکایی که به ذهنم میومد و نوشتم. بعد چند وقت پیش موقعی که مامانم ویزا گرفت که بعد دفاعم بود، یه قسمت از مغزم آزاد شد و اینجوری بودم خب اینا رو بیام استراکچر بهش بدم، یه مثلا یه اسکچ 4 دقیقه‌ای بسازم که بتونم برم اجرا بکنم. بعد اونم دوباره 4-5 ماه طول کشید. یعنی میخوام پروکرستینیشن رو ببینی. تا اینکه یه روز دیگه گفتم آقا امروز باید برم. پا شدم رفتم. توی ساختمونم یه اجرایی بود چند ماه قبلش. اینجا رفتم با استندآپ کمدینا حرف زدم، گفتم اینجاها اوپن مایک کجا هست من بتونم اجرا کنم. طرف بهم آدرس داد. 3-4 ماه بعدش من رفتم اونجایی که آدرس داده بود. یه توضیح میدی اوپن مایک چیه؟ اوپن مایک میکروفون باز اینطوریه که مثلا 10 نفر میان اسمشون رو مینویسن، یه لیست از مثلا 1 ساعت قبل از شروع اجرا باز میشه، شما میای به ترتیبی که میرسی اسمتو مینویسی. بعد موقعی که اجرا شروع میشه طرف هست، اون کسی که میزبانه، میاد اسمتو اعلام میکنه، شما 4 دقیقه وقت داری اون بالا بری جوک بگی. حالا من اوپن مایکای کمدی رو میرم، مثلا اوپن مایکی بوده که رفتم اون وسط یکی اومده 4 دقیقه آهنگ زده. شما میتونی هر کاری که دوست داری بکنی. توی بارا زیاد این اتفاق میفته، تو رستوران این اتفاق میفته، بعضی جاها هستن که اصلا سالن واسه کمدی این اتفاق میفته. بعد مثلا حالا 4 دقیقه یا 5 دقیقه، بعضی جاها 6 دقیقه. حالا بهت تایمش رو قبلش میگن، تو میدونی چند دقیقه وقت داری که اکت چند دقیقه است. بعد من رفتم اوپن مایک، یه بار رفتم دیدم، ترسناک بود. اومدم خونه 1.5 ماه بعد من رفتم گفتم خب من میخوام اجرا کنم. طرف گفت بکنم اون روز رفتی دیگه نمیخوای اجرا کنی. گفتم نه من صرف فرضی نرفام. بعد رفتم رفتم اتفاقا بلوز تیشرت زن زندگی آزادی تنم بود، رفتم و اصلا اوپنینگم با این قضیه بود. اونجا رفتم اجرا کردم. بعد اون یه مدت بدون دوستام رفتم که اتابعث پیدا کردم. بعد به دوستام میگفتم الا عمومی، حتی یه دونه توییتر زدم، چند تا بچهای نورسیسترن اومدن و اینا خشتی رفتم بالا اجرا کردم. و دیگه الان مثلا سان فرانسیسکو که رفته بودم اعلام کردم و حالم بد شد نتونستم برم اجرا بکنم. ولی خب مثلا برنامه‌ام اینه هر جا که رفتم برم اوپن مایک اجرا بکنم تا برسه به اون جایی که باید. آره 5 سال دیگه خلاصه استندآپ کمدی من به جای خیلی خوبی رسیده. بعد همین دیگه چی میخوام؟ همین خوبه دیگه. خیلی خیلی حال داد به حرف زدن. خیلی لذت میتونم من کاسکو وصل بشم. مرسی واقعا. میشه به بچه‌ها بگی که ما رو سابسکرایب بکنن و لایکمون کنن اگر که دوست دارن ویدیوها رو، و اون دکمه فالو رو بزنن در اپ های پادگیرشون. حرف تو شاید کار افتاد. اصلا زشته نکنن این کارا رو. اپ های پادگیر حتما رادیو زی رو دنبال بکنید و کامنت هم بذارید، صحبت میکنیم با هم. دم شما. خیلی ممنون، متشکرم ازت. اگر دوست داشتین از پادکست حمایت مالی بکنین، بچه‌ها لینکش توی کپشن در واقع حالا هر جایی که دارین این رو میشنوین یا میبینید وجود داره. ما خیلی خوشحال میشیم هوای پادکست رو داشته باشین و یه دنیا ممنون از مهوش واسه اینکه دعوت منو قبول کرد. انقدر یهویی پاشد اومد و همچین مکالمه معرکه‌ای رو ساخت. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.